همه عاشق این دنیا شدند. همه عاشق پول و مال شدند. میگن دخترها را پول ویران کرد. در حقیقت راست است. به خاطر یک آیفون رفته با یک بلاگری که در تیک تاک و در دیگر سامانه‌های خود با واسطه انا همین تلفن و دیگر دخترها را چیکار میکند؟ بوسه میکند. و امروز یک دختر تاجیکستان را که نوار کرد در سامانه‌های اجتماعی نشر نمود. وای بر حال ما. ای انسانی که تو امروز خدا زده، اینقدر به ایمان شده، تو نخود به خاطر یک آیفون، همه آیفون را یا گرفت یا نه، با بوسه با لب میکنن. نعوذ بالله. تمام آبروی دخترهای تاجیکستان را الکی پس نمود. یا بدبخت روز میبینم میگه که این احوال دخترهای تاجیک. باز کجا او مردم، او انسانهایی که در غریبی هستن سرشون برداشته میگردن؟ این احوال ما در کجا نگاه داریم؟ ما به چه احوال رسیدیم؟ خدا هدایتش کنه.